أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله خواندن این کلمات در آغاز تلاوت قرآن عظیم الشان. امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرموده نظر به این آیه متبرکه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، خواندن اعوذ بالله در افتتاح تلاوت قرآن واجب است، اما باقی ائمه ها فرمودن اعوذ بالله خواندن در تلاوت قرآن عظیم الشان سنت طریقه هست. در آیه متبرکه الله فرمود فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. استعذ یا تعوذ به معنای اعوذ بالله است. جمهور علما فاستعذ صیغه امر را حمل بر تسنن فرموده، همچنان امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمت الله تعالی علیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به توسط قول الله تبارک و تعالی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ایره بهتر گفته. بعض علما فرموده به امریه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم باید در افتتاح تلاوت قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو السمیع العلیم این مقدار خوانده شود. بعضی علما فرمودن بهتر خواندن اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم این بهتر است. شاه ولی الله رحمه الله تعالی علیه فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چنین ترجمه شود: پناه میگیرم به خدا از شیطانی رانده شده. اگر در عوضی ازی پناه میخواهم از خدا ای گفته شود و ای نادرست است و غلط است. اعوذ صیغه متکلم واحد است، از عوض مشتق است. عوض دو معنی دارد. اول به معنای التجا، پناه گرفتن. معنی دویم پیوستن، یعنی پیوستن نفس خیش با رحمت و فضل الهی، یعنی نفس خود را به رحمت و به فضل الهی پیوستم، از شر شیطان از وی پناه خواستم. شیطان
بر وزن فعلان مشتق است از شطن که به معنای بعد، دوری، ترک استعمال میشه. شیطان به معنای بسیار بعید از رحمت و از محل خیر. بعضی علما گفتن که شیطان از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشتق است از شیط. معنای شیط هلاکت، بیهوده، باطل بودن است. الرجیم به معنای مرجوم، یعنی شیطان رانده شده، دور کرده شده از رحمت الهی. مفسرین کرام گفتن تعوذ اعوذ بالله را پیش از قرائت قرآن عظیم الشان دارای بسیار حکمت ها و نکات ذکر فرموده. از آن جمله این است: انسان در هر امر، در هر کار، خواه آن کار دینی باشد یا دنیوی باشد، به کلیه محتاج و عاجز است، یعنی بدون اعانت الله تبارک و تعالی نه نیکی انسان کرده میتواند، نه از گناه خود را دور کرده و احتراز کرده میتواند. همچنان مضمونی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ترجمه: نیست گشتن از معصیت و از رای گناه، نیست قوت بر طاعت به انجام دادن کار نیک الا بالله، مگر به مهربانی و به اعانت پروردگار هست. پس لازم است به الله جل جلاله از شر شیطان پناه بگیریم، زیرا که این قانون است: کسی که به ذاتی بزرگی پناه بگیرد از شر دشمن در امن میماند. عجز و احتیاج انسان از اینجا ظاهر می شود که هر انسان می خواهد اعتقاد من صحیح و حق باشد و می خواهد هر انسان از جهل و کفر دور باشد. پس اگر این امور در اختیار بنده می بود، همه در عقاید حقه می بودن، از شر دور می بودن. اما الله دور نداره از شر. الله در حق نگاه نکنه، ثبات و استقامت ندهه، راههای شر، راههای منحرف کننده، دشمن نفس و شیطان همیشه دامنگیر و یخنگیر است. بلکه دارای عقاید حقه آنقدر کم است مانند تار موی سفید که در بدن گو سیاه قسم کم است. همچنان در حدیث این سخن آمده. بناهن باید انسان قبل از کار خیر از شر شیطان پناه بجوید و همچنان انسان میخواهد اعمال من نیک و صالح باشد. پس اگر بنده به اعمال نیک و صالح محتاج نباشد، پس لازم بود که تمام اعمالش صالح می بود، اما در واقع چنین نیست، بلکه اکثرا استعمال حواس خمسه، حواس پنجگانه، یعنی عبارت از قوه‌ای که انسان توسط آن میشنوه یا میبینه یا بوی میکنه یا با دست زدن میفهمه یا با چشیدن، همچنان حواس باطنی و قوه شهوانی و قوه های غضبیه، اینا تماما در کمین هست و حفاظت از شر نفس، هوا و هوس، قوه های
شیطانی و غضبی بدون استعاذه و پناه خواستن از شر شیطان به ذات پاک پروردگار رایی نداره. بناهن رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرموده من عریف نفسه فقد عریف ربه. هر آن کسی که نفس خود بشناسه، نفس دشمن است. نفس از کارهای خیر انسان را باز می داره. خدا شناخت خدای خود را می شناسه. دیگر از جمله حکمتایی که انسان در افتتاح کار خیر از شر شیطان پناه می جوید، اعوذ بالله رجوع هست از مخلوق به طرف خالق و از ممکن الوجود رجوع هست به طرف واجب الوجود. و برای معرفت الهی اولین طریقه چنین مقرر است که احتیاج مخلوق را دیده این را دلیل بگرداند با وجود چنان ذاتی که او ذات غنی هست. ان الله هو الغنی، او قادر است. ان الله علی کل شیء قدیر. همچنانی که الله فرموده ففروا الی الله، پس شما از تمام راههایی که بر خیر مانع است از آن گریز بکنین به طرف رحمت الله. و دیگر ایست که شیطان بسیار سخت دشمن است. همچنان رسول مقبول صلی الله علیه و سلم فرمود رجعنا من جهاد الاصغر الى جهاد الاکبر. مقاومت با بیدین و با مشرکین و کفار را جهاد اصغر گفت. در قرارگاه اسلام تعلیم و تربیه و نفس سازی را، اصلاح نفس را جهاد اکبر گفت. بدین خاطر کفار حد و حدودی داره. دشمن کالبد و قواره‌ای داره. جای نشست و سنگرگیری و جنگ آن، مقاومت آن، اسلحه آن، قوت آن، دارای لشکر آن اکثرا معلوم می باشه و آن زخمی میشه، دشمن میمبره، مریض میشه، گوناگون از مصایبای دنیا مصیبت میبینه. اما شیطان علیه اللعنه آن قسم دشمنی هست. جایی از این دیده نمیشه، تعدادی لشکرایی از این دیده نمیشه، اسبابای جنگی از این دیده نمیشه و این زخمی نمیشه و این مریض نمیشه و بر بالای از این آفتا و طوفانا و برف و بارش و گرمی و سردی تأثیر نمیکنه. تشنگی و گشنگی، کمبودی، سرمای موسم به اینا تأثیر نمیکنه. بناهن این دشمنی هست. جایی ازی، اسلحه ازی، مردنی ازی، مریض شدنی ازی، یخزده شدنی ازی، کمبودی ازی برای انسان معلوم نیست. همان قسم دشمنی هست که دائم موجود است. بناهن با این مقابله، با این مقاومت
با این مبارزه سخت است. بناهن اصلاح نفس، پناه خواستن از شر نفس، هوا و هوس، بر رحمت الهی استقامت داشتن، این سخت است. بناهن از این دشمن باید پیش از شروع کار پناه خواسته شود، چون که شیطان شدیدترین و بدترین دشمن انسان است که دائمی هست، مریضی نداره، گشنگی و تشنگی، سرما و گرما به این تأثیر نمیکنه. الله جل جلاله ذات حافظ، ناصر، کارساز و مولای انسان هست. پس انسان به عبادتی همچون نماز، تلاوت قرآن، انجام وظایف، قضاوت، حکم و دیگر عملهای نیک شروع کند، خوف دشمن در دل غالب می باشد. پس انسان برازی کردن الله جل جلاله کوشش می کند تا از شر دشمن که شیطان است نجات یابد. هرگاه از شر دشمن نجات یافت، سپس به درگاه رب العزت پناه ببرد تا به انواع کرامات و عزتها روبرو شود. پس مقامی گریختاندن دشمن که شیطان است به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به دست می آید و مقامی وصولی کرامات و عزت به درگاه رب العزت به بسم الله الرحمن الرحیم بعد از اعوذ بالله حاصل می شود. از او جهت علما می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این دفع مضرت است، بسم الله الرحمن الرحیم جلب منفعت است. دفع مضرت اهم است از جلب منفعت. بناهن اولا دفع مضرت کرده شود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از همان دشمنی که همیشه دشمنی داره، نمیبره، مریض نمیشه و وسواس و دشمنی را ترک نمیکنه، از آن باید پناه خواسته شود. الله تبارک و تعالی فرمود لا یمسه الا المطهرون، قرآن را به دست نمیگیرد مگر اشخاصای پاک. هرگاه در دل انسان تصوری غیر باشد یا در زبان ذکری غیر باشد، این نوع آلودگی و خیرگی در دل انسان می باشد، در انسان می باشد. پس وقتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت، پس دل و زبان آن پاک میشه. پس تلاوت و ذکر الله تبارک و تعالی که صلات حقیقی هست، عبادات حقیقی هست، رحمت حقیقی هست، به آن لایق و مناسب می باشد. پس از همین سبب بعد از آن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خود را آماده و برآورده به رحمت الهی کرد، بسم الله الرحمن الرحیم بگوید. هرگاه در بین تلاوت کسی سخن بگوید، پس بر وی لازم است یک مراتب تلاوت قطع شد، باری دیگر تلاوت میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ایره خوانده تلاوت بکنن. علما فرموده در ابتدای سورت بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مسنون است، همچنان در اوایل هر سوره قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده، ذکر شده.
از وسط سوره تلاوت میکنه باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم با گفتن اعوذ بالله تلاوت بفرماید. همچنان اگر تلاوت قطع شد، وقفه شد، بار دیگر ادامه میدهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خوانده شود. دیگر حکمتایی که قاریان قرآن پیش از قرائت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میخوانند. دل مؤمن از تمام چیزها و جاها افضل و اشرف است. قلب مؤمن محل و باغ ایمان هست و جای معرفت و محبت الهی هست. معنای حدیث قدسی هست، الله جل جلاله فرموده ای بنده دل تو باغ من است و جنت من باغ تو هست. پس اگر تو بخل نکنی در دل خود مرا جای دهی، در دلت، دل مؤمن، دل مسلمان آن قدر وسیع و فراخ است جهان جای بشه. از او جهت الله فرمود که در دلت مرا جای دهی من هم حتما بخل نمی کنم، تو را در جنت خود جای می دهم. در روایت دیگری آمده است رسول مقبول فرموده قلب المؤمن عرش الرحمن، دل مسلمان عرش پروردگار است. در حدیث دیگر آمده الله فرموده جای نمی دهد مرا آسمان و زمین من، جای می دهد مرا قلب بنده مؤمن من. الله می فرماید ای بنده من مقرر کرده ام جنت خود را برای تو، تو مقرر کردی قلب خود را برای من. پس پیش از آمدن تو من از جنت خود دشمن تو را کشیده ام که شیطان علیه اللعنه است. چنانچه الله فرمود برای شیطان اخرج منها فانک رجیم، بیرون شو از جنت تو مردود و ملعون هستی. اخرج منها مذموما مدحورا، بیرون شو از جنت بدبخت هستی، از رحمت دور افتیده هستی. پس ای بنده تو هم از باغ یعنی از قلب خیش دشمن مرا بکش، شیطان از قلب بکش. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن من هست، دشمن من را دشمن بگیر. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. این سرخی، سبزی، چوکی و سلطنت، ترفع و ترقی و این کارها لذت و لذایذ تو را فریفته نکنه و این بقا نداره. جایی تو دنیا نیست. الدنیا خلقت لکم و انتم خلقتم فی الاخره. دنیا برای شما خلق شده لیکن شما برای دنیا خلق نشدین، شما برای آخرت خلق شدین. دشمن مرا که شیطان است از قلبت بکش تا من بیایم،
من جای شوم در دلت. پس گویا که بنده جواب می دهد یا الهی دشمن قوی است بر من نمی توانم از شر شیطان خود را نگاه کنم، شیطان را از قلب خود بکشم و از کمینی از این خود را دور نگاه کنم. من نمی توانم ای پروردگارا، من عاجزم، صرف تو قادری هستی به کشیدن آن از قلب من و از رفاقت من و از کمین در مقابل من عاجز و ضعیف هستم. من در کشیدن شیطان از قلبم، از دنیا و دولتم و از رزق و روزیم و از شهواتم نمیتوانم. پس الله جل جلاله فرمود هرگاه تو عاجزی در حمایت و در حفاظت از قادر مطلق کمک میخواهی تا که به استعانت و به استعاذه از پاک پروردگار از شر شیطان خلاص شوی، پس ای بنده در حمایت من داخل شو تا قوی شوی و دشمن را از قلب و از اطرافت بکشی. پس بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر کسی بگوید که دل بنده باغ الله هست، پس چرا به بنده امر میکند به کشیدن دشمن باید خودش مستقیما بکشد؟ یعنی این سوال واقع شد در حدیث قبلی که الله گفت که قلب بنده من باغ من است، باغ را باغدار نگاه بکنه، چرا از الله کمک میخواهد؟ جواب از این سوال این است، الله می فرماید ای بنده تو پادشاه را در خانه ات مهمان کردی و مهمانخانه قلبت را برای او مقرر کردی. قانون این است که میزبان برای مهمان خانه را صفا و پاکیزه و خوشبو میگردانه، آماده میگردانه. از همین سبب به بنده الله امر فرد که اعوذ بالله بخوان، خانه ایت صفا شود برای مهمان، خانه ایت خوشبو شود. اعوذ بالله خواندن بر تمام بندگان امر شد که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پس وقتی که تلاوت کردی تو از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، تمام امت مراد است. ای پیامبر امتای تو اراده کرد قرائت قرآن را، پس قبل از قرائت که این نعمت عظماست، تلاوت با کلام الله، با کتاب الله، نزدیک شدن از این، استفاده کردن، حلال از این را حلال دانستن، حرام از این را حرام دانستن، به این ایمان آوردن، عمل کردن، این کار آسان نیست. پس صفا طریقه با طریقه نیک ایره انجام بدهی، اعوذ بالله بخوان. و اعوذ بالله خواندن تنها کار ای امت نیست. برای کردن کاری نیک تنها ای امت از شر شیطان پناه نخواسته است. حضرت نوح علی نبینا و تسلیم نیست از شر شیطان، از شر نفس پناه خواست. فرمود اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. زمانی که طوفان روی زمین را گرفت،
الله فرمود که ای نوح خانواده ات را برای کسانی که به خدا ایمان آورده اینا را به کشتی بالا بکن. زمانی که دید پسر حضرت نوح علی نبینا و تسلیم به طرف کشتی نزدیک نمیشه، پسر خود را صدا کرد بر کشتی بالا شو. پسرش گفت که من بالای کوه بالا میشم، در قله کوه سالم باقی میمانم، طوفان به آنجا نمیرسه. به حضرت نوح علیه السلام معلوم بود که آن طوفان قله های کوه را نیز میگیره، میلیون ها متر از سطح زمین بالا میشه. فرمود که لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، حفاظت نمیشه از این طوفان مگر کسی که الله رحم کرده سر آن. پسر و پدر به این سخن مکالمه داشت و حال بینهما الموج فکان من المغرقین. ملنگه طوفان بالا شد، پسر نوح را نابود کرد، هلاک کرد. با خداوند عرض کرد حضرت نوح علیه السلام ای پروردگارا، تو برای من عهد کرده بودی تو را و اهلت را نجات میدهم، پسر من اهل من بود و ای تباه شد، هلاک شد. الله فرمود که انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست، اهل تو ایمان والا به خداست، مسلمان به احکام خدایی و شریعت خداوند است. این پسری تو اعمال کرداری داشت همه خلاف آیین و شریعتی که الله به تو داده بود. حضرت نوح علیه السلام فرمود که انی اعوذ بک، ای پروردگارا من پناه میخواهم، اعوذ بالله، انی اسألک ما لیس لی به علم، من سوال بکنم درباره پسرم که در قلب از او ما معلومات ندارم. حضرت نوح علیه السلام به درگاه پاک پروردگار از سوال نامناسب پناه خواست. الله تبارک و تعالی دو انعام برای حضرت نوح علیه السلام عطا فرمود. فرمود یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک، ای نوح از طوفان نجات دادم، بسیار به آرامش و به سلامتی در محل سالم و سلامت در اینجا پایان شو. برکات زمین، برکات روزی، برکات هوا، برکات امنیت و عافیت برای تو باشه. زمانی که زلیخا از نفس یوسف علی نبینا و تسلیم خواست تا با هم آمیزش کنه، قال یوسف علیه السلام در این حال استعاذه فرمود، اعوذ بالله معاذ الله، از این کار و از این فاحشه و از این بدبختی، از این عملی ناشایسته پناه میخواهم. انه ربی احسن مثوایا، یقینا مولای من شوهری تو نیک کرده، عزت کرده مقام مرا، برای من سهولت و آسانی آورده و حالا من غلام در خانه آن هستم.
به این استعاده، به این پناه خواستن از شر نفس و هوا و هوس و شیطان، الله تبارک و تعالی به یوسف حمد و انعام داد. لنصرف عنه السوء والفحشاء، به این استعاده و پناهجوییت ای یوسف، تو را از این عملی ناشایسته نابکار من تو را نجات دادم و از بهتان و از پروپاگنده های زنهای مصر من تو را دور ساختم و براءت و پاکی تو را من بیان کردم. همچنان حضرت موسی علی نبینا و تسلیم برای انجام کاری نیک و پناه خواستن از خطا پناه خواست که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میخواهم ای پروردگار به ذات تو مرا نگاه بکن از شر نفس و هوا و هوس، این که باشم من از جاهلین. حضرت انبیاء علی نبینا و تسلیم هم به نفس اعتماد نکرده است. نفس نهایت نزدیک دشمن است. همچنان خضر علیه السلام همراه موسی علیه السلام یک جا شد. خضر علیه السلام فرمود که ای موسی، پیش از این که ما سفر بکنیم از تو تعهد میگیرم کارایی که من میکنم تو از من سوال نکنی، بالای من اعتراض نکنی. حضرت موسی علیه السلام اعتماد به نفس نکرد، الا ماشاء الله، گفت که من اعتراض نمی کنم اگر خداوند خواسته باشه. بناهن حضرات انبیاء علیه السلام همچنان موسی علیه السلام اعوذ بالله از شر نفس و دشمن پناه خواست. الله تبارک و تعالی به این دو انعام کرد. فرمود وقتمایی که به بنی اسرائیل میتی پیدا شده بود که قاتل نامعلوم بود، حضرت موسی علی نبینا و تسلیم امر کرد که شما گوی را بکشین، با حصه گوشت آن میت را بزنین و میت میخیزه، قاتل خود را واقعه را معرفی میکنه. آنها گفتن که مسئله پیدا کردن قاتل است، تو امر میکنی به کشتن گوی و این کار عاقلانه نیست، تمسخر است. حضرت موسی گفت که اعوذ بالله، من از مسخره بازی از خدای خود پناه میخواهم، این که باشم از جاهلین، سخریه و بیهودگی، لعب و این کارهای جاهل و ناداناست. همان بود که الله برای از این دو احسان کرد که فقل نضربوه ببعضها. ما گفتیم برای حضرت موسی علیه السلام امتت را امر بکن آنگوی که کشته با بعضی حصه آن میت را بزنه. گو را کشتن بسیار با سوالها بعد از سوالهای بسیار. میت زنده شد، قاتل خود را معرفی کرد، نامبدلها و دیگرانی که بیگناه گرفتار شده بودند، زیر اعتراض بودن، اینها نجات پیدا کرد. الله فرمود که کذالک یحیی الله الموتى، مرده را دوباره زنده کردن، در میدان محشر حاضر کردن، اعمالهای نیک و بد آن را نشان دادن کاری مشکلی نیست. و این چنین مادر مریم علی نبینا علیها التسلیم استعاده کرد، انی اعیذها بک و ذریتها. زمانی که مریم را بر زمین نهاد، به الله خود سوال کرد ای پروردگارا، از شر الصبیان، شیطان، جنیات به ذات تو پناه میخواهم و ذریه‌ای که از این دختر من به دنیا می آید از شر شیطان الرجیم پناه میخواهم. الله برای
مادر مریم هم دو احسان فرمود. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. قبول کرد دعا و استعاذه مادر مریم علیه السلام را به قبول حسن و رویانید مریم را به قیافه و به قواره نیک. همچنان مریم هم وقتی که جوان شده بود، جبریل علیه السلام به شکل انسانی حاضر شد و ای را دید، استعاذه کرد، فرمود اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. من پناه می خواهم به رحمان رحیم از تو ای انسان. جبریل به شکل انسان آمده بود. ان کنت تقیا، اگر تو از خدا بترسی، متقی شخصیتی باشی، من نامحرم هستم، به من نزدیک نشو. الله به این استعاذه مریم به مریم هم دو انعام فرمود. و انعام ای بود که بغیر شوهر فرزند صالح پیامبر را که حضرت عیسی علیه السلام است به الله تبارک و تعالی عطا فرمود. چون که بغیر شوهر بود، قومی ازی آمد یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا. گفت که ای خواهر هارون، خانواده شما خیانت نداشت، مادر تو زنی خیانتکار نبود و این فرزند را بغیر شوهر از کجا کردی؟ الله تبارک و تعالی با واسطه استعاذه مریم به مریم احسان فرمود. زمانی که قومت اعتراض میکنه، تهمت میکنه، به طرفی بگو برایشان که به طرفی فرزند، به طرفی نوتولد اعتراض بکنه. فاشارت الیه کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. قوم گفتن که تو به طرفی طفل ما را متوجه میکنی و خودت چرا جواب نمیگی؟ همان بود که حضرت عیسی علیه السلام نوتولد طفل به زبان آمد که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا و برا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا. مادر ما را آزار ندهی، پاک دامن هست، تابع امر و فرمان الهی هست و من بنده الله هستم. الله مقام عظما که نبوت است آن را به ما عطا می فرماید. ولد الزنا به همشو مقام انتخاب نمیشه. همچنان رسول مقبول صلی الله علیه و سلم به ذات الله تبارک و تعالی بار بار پناه خواست است که اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. زمانی که ساحری از یهودی ها رسول مقبول صلی الله علیه و سلم را سحر کردند، رسول الله توسط حضرات ملائک حضرت جبرائیل امین از مرض خود معلومات پیدا کرد و نسخه مهم که برای شفایشان قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ای رهنمایی شد
به ذات پاک پروردگار از شر حاسد، از شر غاسق پناه میخواستند. الله تبارک و تعالی شفا بخشید. الله تبارک و تعالی مقام علیا را برای رسول صلی الله علیه و سلم نصیب فرمود. در احادیث آمده از حضرت معاذ بن جبل روایت است، دو کس در حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم با یک دیگر جنجال کرد. خصومتشان، جنجالشان نهایی بالا رفت. یکی دیگر را به صدای زشت به بلند آواز سب و دشنام میکرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به من کلمات معلوم است، اگر خداوند به یکی از این دو شخص اگر امو کلمات را خواندنش نصیب بگردانه، اینها خاموش میشه. غضب و قهر از وسواس شیطان است، از اینها دور میشه که آن کلمات عبارت است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در حدیث دیگر نیز آمده کسی که 3 بار اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و ای را بخواند، 3 آیت اخیری سوره حشر هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم الی آخره ای را بخواند، برای آن شخص 70,000 فرشته مقرر میشه تا شام برایش دعای مغفرت می نماید. و این شخص اگر در آن روز وفات بکنه اجر شهید را با خود میگیره. اگر کسی این دعا را شام بخواند تا وقتی سحر ثواب آن جاری می باشه. و در یک روایت دیگر آمده روزانه انسان 10 بار از الله استعاذه بکنه، از شر شیطان، از به درگاه الله پناه طلب بکنه، الله فرشته مقرر میکنه تا از شر شیطان او مأمون و محفوظ بماند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه از نبی کریم صلی الله علیه و سلم روایت فرموده پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بدون واسطه‌شان که امام حسن و حسین چنین پناه می‌خواست از شر شیطان، اعیذکما بکلمات الله التامة من کل شیطان هامه و من کل عین لامه. فرمود پدر شما ابراهیم علی نبینا و تسلیم بالای پسرانش که حضرت اسماعیل و اسحاق علی نبینا و تسلیم این تعوذ را میخواند. اعوذ بالله به اعتبار صیغه متکلم واحد فعل مضارع است، مگر در معنا و این دعا هست. دعا عبادت است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده الدعاء مخ العباده. لہذا معنای اعوذ بالله است که اللهم اعذنی، ای پروردگارا مرا از شر شیطان و هوا و هوس نفس محفوظ بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دفع مضرت، بسم الله الرحمن الرحیم جلب منفعت. علما درباره بسم الله الرحمن الرحیم گفتگویی کرده. آیا بسم الله الرحمن الرحیم خصوصیات امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است و یا به دیگر امت ها هم بسم الله الرحمن الرحیم مروج بود؟ راجح این است که بسم الله الرحمن الرحیم به این خصوصیات و به این مفهوم که جلب منفعت است خصوصیت این امت نیست.
دیگر امتها هم مضمون و مفهومی بسم الله الرحمن الرحیم را به زبانشان می گفتند، چون که آنها عرب نبودند. به زبان سریانی اونا مضمون و مفهوم بسم الله را می خواندند. اما بسم الله الرحمن الرحیم به اعتبار الفاظ مخصوص عربی خصوصیت این امت است. آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزی سورت فاتحه است یا جزی هر سورت قرآن کریم است و یا فاصله بین سورت است؟ دری هم علما اختلاف فرموده. همه علما به اتفاق دارند که بسم الله الرحمن الرحیم جزی سوره نمل است. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. به اتفاق دارند که آیات قرآن عظیم الشان جزی سوره نمل است. در ابتدای سایر سورها ای از جمله قرآن آیات همان سوره هست. دری که هست یک قول امام شافعی هست که امام شافعی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم جزی هر سوره قرآن کریم است. همچنان جزی سوره فاتحه هم است. و همه مذاهب اربعه بسم الله الرحمن الرحیم را قبل از فاتحه سنت می دانند. باید پیش از الحمدوی شریف در نماز بسم الله الرحمن الرحیم خوانده شود. اما ائمه ثلاثه میگویند که در نمازهای جهری خوانده شود بسم الله. اما امام ابو حنیفه فرموده بسم الله الرحمن الرحیم خفیه خوانده شود. در نزد امام ابو حنیفه بسم الله الرحمن الرحیم نه جزی فاتحه هست و نه جزی سوره دیگر است، بلکه برای فصل بین سورتین نازل شده است. قول امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مؤید به حدیث شریف است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان فی القرآن سورة 30 آیه من قرأ لم یؤخذ فی القبر و هی تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. گفت که در قرآن عظیم الشان سوره هست دارای 30 آیت است. هر آن کسی که آن را ورد و وظیفه و بدایم تلاوت بکنه از حول قبر محفوظ باقی میمانه. که فرمود که آن تبارک الذی بیده الملک. افتتاح سوره را از تبارک الذی افتتاح کرد، نگفت که بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی. از آن فهمیده شد که بسم الله الرحمن الرحیم فاصله بین سورت هاست، جزی سورت نیست. غیر سوره براءه، در اول سوره براءه بسم الله الرحمن الرحیم خوانده نمیشه. در دیگر اوایل سوره بسم الله الرحمن الرحیم به طریقه فصل آورده شده، جزی آن صورت نیست. خواندن آن نیک و
مسنون طریقه هست. بایی که در بسم الله الرحمن الرحیم است برای استعانت است، یا برای مصاحبت است، یا برای الصاق است، یا برای تبرک است. با بر چندین معنا در علوم عربی استعمال میشه. راجح این است که بای بسم الله الرحمن الرحیم برای استعانت است، همچنان قبلا بیان شد. بخی خاطر بسم الله الرحمن الرحیم برای رد مشرکان نازل شده است، زیرا مشرکان در ابتدای هر کار خیش به نام بت‌هایشان کار را آغاز می‌کردند. باسم اللات والعزی والمنا می‌گفتند. پس الله جل جلاله فرمود قولوا، بگویین ای مسلمان ها در ابتدای هر کارتان، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو ابتر، هر آن کاری صاحبی مقام و مرتبه بدون گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله اگر آغاز شود، آن ابتر، کوتاه، ناتمام می باشه، شیطان مداخله میکنه. طریقه دیگر این که یک نام سوره فاتحه تعلیم المسئله هست، یعنی الله جل جلاله به بندگان خود چگونگی سوال کردن را تعلیم میدهد که شما صرف از یک ذاتی ذوالجلال الله جل جلاله طلب استعانت کنید، نه از غیر او. قولوا، بگویین بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله جل جلاله که بسیار بخشنده نهایت مهربان است، آغاز میکنم تلاوت و تفسیر این سوره متبرکه را که الحمدلله رب العالمین. اسم بسم الله الرحمن الرحیم، اسم به معنای ذات هم آمده میتواند. سبح اسم ربک الاعلی، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در ابتدا کاری را آغاز بکنه به اسمی که اللهم گفته آغاز میکرد. زمانی که آخری سوره اسراء نازل شد که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، و بعد از قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن پیامبر خدا کاری را آغاز بکنه در افتتاح و ابتدای آن بسم الله الرحمن می گفته. زمانی که سوره نمل نازل شد که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از نزول سوره نمل پیامبر خود را خدا قبل از آغاز هر کار بسم الله الرحمن الرحیم می خواندند. یعنی اسم که در بسم الله ذکر شده به معنای ذات هست. سبح اسم ربک، تسبیح بکن، بگو ای پیامبر به ذات پروردگار خود. یا مانندی ما تعبدون الا اسماء سمیتموها، الا ذواتا، اسم به معنای ذوات است، اسما جمع است، و به معنای علم هم اسم می آید، و به معنای صفت هم اسم استعمال میشه. گاهی به معنای عام شامل ذات و صفات هم اسم استعمال میشه. در بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا عموم مراد است، ذات و صفات اردو مراد است، پس شامل است اسم ذات را و اسم صفات را. به این سبب استعانت به ذات و صفات هر دو شده میتواند،
چنانچه الله تبارک و تعالی فرموده است ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها، برای پاک پروردگار نامه‌های نیک است، شما در مشکلاتتان به نامه‌های نیک پروردگار یادآوری کرده مشکلات را پیش بفرمایین، یا خداوند جل جلاله را به همان نام دعا بکنین، مشکلات ضروریات را پیشنهاد بکنین. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، بگو ای پیامبر بخوان الله را. بیدین ها می گفتن که مسلمان ها گاهی الله گفته مطلبشان را به خدا پیش میکنه به خدایشان، گاهی رحمان گفته، گاهی ارحم الراحمین گفته، ما را نمیگذارند که ما هم خدای خود را لات و منات و عزات ود و سوا اینا را یاد کنیم، ما را مشرک میگه. الله فرمود ولله الاسماء الحسنى، برای الله تبارک و تعالی ها نامهای نیک هست. رحمان رحیم همگی نام یک ذات است. مانند شما بیدین ها نیست معبودشان متعدد باشه، هر قوم و قبایل برای خود خدایی ساخته باشه. اگر برحمان، برحیم، برازق، به هر واحد این صفات ها شما خدا را بخوانین، فله الاسماء الحسنى، برای آن اسمای نیک است. و در لفظ الله که بسم الله اقوال متعدد است. بعضی ها گفتن که الله اسم مشتق است، بعضی ها گفتن که الله علم است، بعضی ها گفتن که الله صفت است، صفت مشتق است، بعضی ها گفتن که این کلمه که الله سریانی هست، غیر عربی است. اگر الله مشتق شود، در این باره علما 7 قول را نقل کرده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.